وزارت سامانه سروشتی قاسه پاترولا شاندی و دهاتوی بو مها ایلوله اشکرا کرده. لگوری راپورت وزارت سامانه سروشتی هفبرکرین لگل مها در بازبوی شاندنا پاتروله روزانه 154,000 برمیلان زیده کریه که 137 بو هر برمیله کجی حکومت هرمه بتن 19 دلار بوتمینن. اوج دمکی ده کود بازار جهان دا بهای برمیله که پاتروله 5 دلاران زیده تره. لگوری راپورت دمها ایلوله دا کوما ده روژه که دا نزیکی 565,000 برمیل پتروله به بوریان لرکا بندر جهان ترکیه آتی نشاندن ده محک دا نزیکی 17 میلیون برمیلن. با خفتن وزارت سامانه سروشتی کوما هر برمیل که پتروله به 36 دلاران و 10 سنتان هاتی فروتن. اوجی هفبر کرند گل مها آب لفروتن هر برمیل که پتروله 4 دلار زیده تر دستکتینه. لگوری راپورت دهاتا پاتروله بو مها ایلوله 611 میلیون دلار بون. سامانه سروشید بیشتن جوی قاسه پاره 75 میلیون دلار وکو شایسته دارایی داینا کمپانی برهم اینا پاتروله. لید راپورت دا آماجه به ناو کمپانیا نکریه و نهیت ازانین پاره هاتی دان به چو کمپانیا که. لسر پیدانا وی قاسه پاره به کمپانیان علی حما صالح بریاردره لجناداری لپارلمان کردستانه. ده لاپاره تایبت خواده ده تورا جواکی فیسبوکی داد بیشتن. بشکا زاواوی پاره هاتی دان به کمپانیا کار یا نزیکا جه پارتی که دست به سر چندین زوین پترول دا گرتیا لکرکوکو او خورمالا. ده بشکا دنا راپورت دا سامان سروشید بیشتن 188 میلیون دلار داینا وان کریاران که پیش وقت پاره داینا حکومت هرمه که با خفتن علی حما صالح همو محکه سامان سروشی لجر ویناوی پاره که زاو دتا وان کمپانیان لی دیار نینه او پاره وکو بشکی ورگرتیا و چله هاتیا و پاره لکیوتی تورگرتن. لبشکا دنا راپورت وزارت سامان سروشی بحثا و یکی جکریه که قاسی 20 میلیون دلار بو پترو دلار باجار کرکوکه و کمپانین برهم آنینه و کریا الکتریک هاتیا ترخان کرن. به اختنا بریاردره لجنا دارایی یا پارلمان کردستانه لی کرکوکه چه کمپانیکا برهم آنینه نینه و کمپانین پاتولا باکور هیا کش آلی حکومت عراق و پاره جراتیتا دان. هرچند دستپیکی سامان سروشید بیشتن دهات پاتوله یا مها ایلوله 611 میلیون دلار بونه. لیل داویا راپورت خواده آماجه پیکی کریه کشوی قاسه پاره بتنه 327 میلیون دلار بو حکومت هرمی ماینه. خو اگر هر برمیله که پاتروله به 45 دلار ها بیده فروتن او حکومت هرمی بو کوما پاترولا فروتی مها ایلوله قاسی 705 میلیون دلار دستوید کون. لید نهادا 327 میلیون دلار دستوید کون. زترج 4 مهنه به کوما بهای پاتروله ده بازار جهان دا لی سراوا 47 دلاره. به تایبت ده نهادا بهای برمیله که پاتروله بو زترج 5 دلاران بلند بویه. لی سامان سروشید بیشتن دمها ایلوله دا به 36 دلاران و 10 سنتان پترول فروتینه. با افتنا برپسن حکومت جیهرین برمیله که پتروله به 10 دلاران کمتر لی بهای بازار جهانی دفروشتن. سامان سروشید راپورت خواه مهانه دا بحث ویدهاتی ناکتن کل رای فروتنا پترول به تانکران دستوید که لیلگوری لیدوانین هجمارک جه پلمانترین کردستانه روزانه به صدان تانکر لی خالن سنورین هرمه تناشاندن بو ایران و ترکیه اولویره که جی هرم مهانت نابرا 105 بو 200 میلیون دلار دستوید که هر وها سامان سروشی ده راپورت خوادا دهات پارزینگان بالاوانا کتن. اوج دمکی ده آماجه پیکی تتکرن دهات وان پارزینگان مهانت گهیت 10 میلیون دلاران. لگلوه که سامان سروشی مهانه راپورت لسر دهات پترول براوت که لبشکا زاوج پارلمانتار و میدیاکار و رخراون جواکا سیویل بردوامن و ده ما چند سالن رخنه لحکومت هرم دکرن لسروه که دهات پترول شفاف نینه. لگلوه که داجی هیانها دهاتن سامان سروشی لسر فروتنا پترول به بوریانج آلیه سیم و یانجی لجنه که جاودری دارایی و پارلمانی نهیده چک کرن.